به تو میخوام آفتاب نرسه اگه یه وقت مهتاب. آقای عزیز هنوز برنامه شروع نشده، اجازه بدید من سلام کنم. سلام، من امیر فردین هستم، با برنامه ما همراه باشید. حالا بفرم. عزیزم پس ما چی؟ منم هومنم. منم سیاوش هستم، همه سیا صدام میکنن. من و هومن و سیاوش با شما هستیم. بخون عزیزم. بله قصه پشمی باز تو صدامه، چه شب گندی باز سر رامه. شما فالش میدونی چیه؟ شما خود فالشی، خودش. عزیزم شما داری زور میزنی، سر ضرب بخون آهنگو. عزیزم شما از خود دفاعی داری؟ بله بهترین دفاع حمله است. خیلی هم برو خوب تو هوا خوندم. بخون. شما اصلا خب دوستان یه مشکل در پخش پیش اومده، یه میان برنامه ببینیم و برگردیم. یکی بیاد این جنازه رو از این وسط جمع کنه. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. بنده امیر فردین، خوشحالم که به همراه دو دوست همیشگیم آقا هومن از هامبورگ آلمان و آقا سیاوش از سوئد با یک برنامه ناکوک دیگه با شما هستیم. این 8مین قسمت برنامه ناکوک هستش، البته با جمع‌بندی ها و نظراتی که از شما مخاطبین خوب و گرامی گرفتیم. تصمیم گرفتیم که از این قسمت به بعد برنامه ناکوک مقدارین تمش رو عوض کنیم و هر قسمت چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم یکی از خواننده ها و هنرمندها رو بدیم بذاریم کنار. البته چون دوتا هستیم دوتایی بذاریم. یه برگه هم حرومت کردم آقای فرزاد فرزین. حالا چرا فرزاد فرزین ادامه میدم که قراره که در هر قسمت یکی از هنرمندها رو بشوریم و اینا بذاریم کنار، البته به صورت فنی. در این قسمت قرعه افتاده به اسم آقای فرزاد فرزینی که متولد 3 تیر 1360 هستن. دیگه دارن میرن توی 40 سالگی و اول یه سلام علیک کوتاه بکنیم با آقا هومن و آقا سیاوش، بعد بریم ببینیم که ایشون اصلا برای چی انتخاب شده برای این قسمت و قراره چه اتفاقاتی در این برنامه بیفته. موزیک ویدیوهاشو بررسی میکنیم، کنسرت های لایوشو که فالش و فروش خونده بررسی میکنیم، آهنگایی که کاور و کپی و دزدی کرده بررسی میکنیم، پشت پردهش رو هم بهتون میگیم. خلاصه یک پکیج کاملی از اتفاقات پشت پردهش رو برای شما میگیم. اول شروع میکنیم از آقا سیاوش از سوئد. آقا سیاوش یه فیدبک از 7 قسمت قبلی به ما بدید و بگید که تصمیم چی شد، که البته تصمیم کلی بود ولی خب پیشنهاد آقا هومن و آقا سیاوش بود که ما هر قسمت یکی رو بذاریم کنار. آقا سیاوش بفرمایید. والا ببین، از قسمت اول این برنامه رو که ما شروع کردیم خیلی اتفاقات افتاد. یعنی اینکه اولا که ما هیچ موقع انتظار این نداشتیم که یه همچین بازخورد خوبی داشته باشه این قضیه. دوم اینکه به مرور زمان ما به این نتیجه رسیدیم برای اینکه یه ذره منسجم‌تر به نظر بیاد برنامه و یه سر شکلی به خودش بگیره، بهتره اینکه فوکوس کنیم روی یه نفر هر اپیزودمونو و تصمیم گرفتیم که با آقای فرزاد فرزین شروع کنیم، چون ایشون کامل بود، پکیج کامل داشت، به قول شما همه جوره داشت، کاور داشت ایشون، سوتی لایو مشتی، همه چی برا بود. به خاطر همینم دیدیم ماشاءالله بچه‌ها میشه قشنگ پکیج کامل برنامه‌شون رو کرد. شما هم که ستون پشت پرده ها بمونی. دست شما در مرسی. خب آقا هومن نظر شما چی شد آقا فرزاد فرزین رو انتخاب کردید برای این قسمت؟ یه فیدبکی هم از 7 قسمت قبلیمون بگید. یه فکر کنم تأخیر یه هفته‌ای هم داشتیم، تافت زدیم به برنامه، یه قسمت وایسادیم و نرفتیم جلو. نظرتون چی بود آقا من از این 7 قسمت قبلی و فیدبک ها رو هم بهمون بگید. مرسی. قربون شما، خوشحالم که تو سیاوش میبینم بعد از چند وقتی. و اینکه چرا فرزاد و فرزین، خب سیاوش توضیح داد که از این به بعد میخوایم هر جلسه یه آرتیستی رو آنالیز بکنیم اونجوری که خودتون سیاوش توضیح دادین. و اینکه فیدبک ها خیلی خوب بوده. خب یه سری هم که ما رو دوست ندارن و خب آرتیستا رو
طرفداری میکنن از آرتیستاشون و این طبیعیه که ما یه سری واقعیت رو میگیم ناراحت میشن. اینو باید بدونن که این یه برنامه نقد و بررسیه، مثل برنامه‌ای که تو سینما داره انجام میشه، مثل برنامه‌ای که توی ورزش انجام میشه که منتقد هست، مثل برنامه 90، مثل این برنامه آقای افخمی که توی تلویزیون ایران هست که سینما رو نقد میکنن. این هم یه نقد موسیقیه. ما هیچ داستانی با هیچ کس نداریم، فقط همونطور که بارها گفتیم میخوایم که یه کمکی به موزیکمون بکنیم. و اینکه شنیدم که یه سری خبرام راجع به برنامه ناکوک از ایران شنیدم، نوازنده های این دوستان با ما در تماس، نوازنده های خود این خواننده هایی که ما آنالیزشون میکنیم خیلی این برنامه رو دوست دارن و میدونن که این پیشبردیه برای موسیقی ما. و اینکه یه صحبتایی شنیدم امین جان که میخوان یه برنامه درست بکنن در مقابل برنامه ناکوک که یه جورایی برنامه ناکوک رو مثلا زمین بزنن، ولی خب ما اصلا موضوعی برامون نداره، ما فقط داریم کاری که به نفع مردم هست رو انجام میدیم. درود بر شما هومن. خب طبیعی هستش دیگه، حالا بذارین اتفاقا بیفته. خب شروع میکنیم از فرزاد فرزینی که گفتم در ابتدای صحبتام 39 سالشه. اولی کوچولو راجع به ایشون صحبت بکنم، پشت پرده بگم که ایشون چند وقتی هستش که اومدن توی سمت بازیگری در چند تا از سریال‌های نقش خونگی، البته با لابی که با منوچهر هادی داشتن، در سریال عاشقانه و مانکن و چند تا فیلم دیگه هم بازی کردن در نقش بازیگر. طرفدارای خاص خودشون هم جذب کردن. ما نمیگیم که موفق نبودن، نه موفق هم بودن. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که در حوزه موسیقی ایشون در طول چند سال گذشته اتفاقات عجیب و غریبی رو رقم زدن که حالا در طول این ویدیو بهشون میپردازیم. از جمله شکایت هم توی پرونده ایشون هستش ورثه استاد رحیم معینی کرمانشاهی، یکی از شاعرای به نام ایرانی که چند وقت پیش فوت کردن. و منم اگه بگردم تو آرشیوم میتونم یه مصاحبه خیلی قدیمی ازش پیدا کنم. خودم رفتم تهران موقع کرمانشاه خیلی بحثش داغ بود، مصاحبه کردم باش و بگردم پیداش بکنم حتما بهتون نشون میدم. یه کتاب هم ازش با امضای خودش به یادگاری گرفتم. ولی خب ورثه استاد معینی کرمانشاهی یکی از شاعرهایی که خیلی از خواننده‌های حال حاضر ایران شعرهاشو بدون اجازه برداشتن و خوندن و یکی از این افرادم آقای فرزاد فرزین بودی که هنوز پروندهش باز هستش. در خصوص کنسرت‌هایی هم که گذاشته، حالا جلوتر آقا هومن بهشون اشاره میکنه. اول از موزیک ویدیوش بچه‌ها موافق باشید شروع بکنیم. از سال 78 هم فرزاد فرزین فعالیت خودش رو شروع کرده بوده در حوزه موسیقی. اولین موسیقی که میخوایم از آقای فرزاد فرزین پخش بکنیم. همین جون قبل از اینکه ویدیو رو پلی کنی من یه چیزی بگم. ببین هنوز ما هیچی نگفتیم. اینجا طرفدارای هر خواننده نشون میدن که شخصیت اون خواننده چجوریه. یعنی ما داریم خیلی مسالمت آمیز با احترام نقد میکنیم. این یعنی فکر میکنم که این قدرت رو همه به ما باید دیگه تا الان خودشون دادن که ما این کار رو بکنیم درست و عادلانه هم صحبت میکنیم. لطفاً بی‌ادبی به هم دیگه نکنن. فقط هر کی هر کاری میکنه. بریم. موزیک ویدیو اولی که انتخاب کردیم آتیش هستش از فرزاد فرزین. نزدیک به 1 میلیون ویو خورده این موزیک ویدیو. یک آمار عجیب و غریب هستش. دمش گرم. ببینید فکر کنم یه سبکی از موزیک ویدیوهای تنین 77-78 بود. درسته؟ آفرین. کپی کرده بود. اول شده من از موزیک ویدیو رو ندیدم. منم دارم اولین بار رو میبینم. یه چیز جالب بهتون میگم که من این موزیک ویدیو دارم بار اولی. من کلا موزیک ویدیو رو من همیشه اولین بار میبینم. یعنی آقا هومن آقا سیاوش انتخاب روژ لب زده بود بچه‌ها. من چیزا هستش که میکاپ میزنن من که رفلکشن انقدر زدن دیگه شبیه روح شدن. نورپردازی هم حالا خواستن قدیمی بکنن ولی خیلی ضعیفه. یعنی در نیاوردن. یعنی
واقعا بعد اینو به صورت ریل با دوربین قدیمی زد. اصلا باید با رو تیپ اینو ضبطش میکردن اگه میخواستن، بعد باید تیپو اسکیل میکردن به 4K، بعد دیجیتایزش میکردن میوردن ازش، ولی باید رو تیپ ضبط میکردن که همون شکلی بشه. تو رو نوار تیپ اون فیلم گرین برات ایجاد میشه، دیجیتالش بیشتر شبیه نویزه تا فیلم گرین. دقیقاً. من نمیدونم ملودی این کاوره داداش، مطمئنم، ولی نمیدونم مال چه آهنگیه تقریبا. این مال چیه؟ این آهنگ معروفیه. آره من نمی‌دونم. حس میکنم یه جورایی شبیه به یه این نور چیه تو صورتش میچرخونن؟ این یه چیزی بود، یه ترندی بود، مود شد یه موقع، روی موزیک ویدیوها خیلی انجام میدن، بهش میگن آرش نیان اولین تریسر. خیلی انجام دادن، بهشون میگن نیان تریسر. نیون یعنی لامپ نئون، نیان میشه همون لامپ نئون، تریسر هم یعنی دم تعقیب کننده، یعنی چیزی. آره، ولی با یه سری اینا فریم به فریم باید روتوسکوپی کنن، یعنی باید هی پاس کنه اونا رو بکنه عکس، اون تصویر رو فریم به فریم اینو انیمیت کنه، یعنی بکشه، یعنی اینو با آره. دست کشیدنش خیلی هم کار سختیه. جاستین بیبر یه ویدیویی داره دیگه، اوج این قضیه اونه اصلا، حالا نشون بده با بهمون. اسکریلکس هم زده، میذارم. خیلی جالبه مملکتی که اینجوری به پسرها اجازه میده همه جور بتازن و دختره بیچاره هم تو هیچ. به خاطر اینه میگم شایسته سالاری نیست و واقعا عدالتی نیست که خواننده همینجوری روی سری معیارا. آره یعنی اجازه ندارن. چقدر استعدادهای خوبی داریم توی بحث خوانندگی خانم ها. داداش اصلا تو همه بحثا خوانندگی یه بحثه، تو همه بحثا ما استعداد داریم. خانوما مخصوصا تو ایران بسیار موجودات باهوشی، من فکر میکنم هممونم اینو معتقدیم بهش. ولی خب اجازه پیدا نمیکنن دیگه. نگاه کن پسرها اجازه دارن برن، اینا هم تو تلویزیون میرن، هم ارشاد میرن، هم مجری، هم بعد ویدئوهایی هم که درست میکنن همه غربی و ایناش که من اذیت میکنه. ببین قدرت خدا اینجا هم بود. آره اصلا سیم هیچی واسه نیست دیگه، کلا کلا تعطیله. هیچی واسه فلشی یه چیزی. اون کیتاری هم که قبلی بود، کیتاری هم که گردنش بود سفیده داشت میزد نوازنده، اونم خاموش بود. اینا خاموش. بعد جالبه مثلا کیتاره مدل 2000 چند 2020 19 اینا. آره بعد آره یعنی نکردن حتی که میگن آقا من حتی اون سینتی که اون موقع بوده واقعا، یعنی اگه بخوای که رو تصویر بوده کارو در آوردن دیگه. آره دیگه. بعد میگم اونم اصلیش نیست، فیلترش رو استفاده کردن. اون موقع میکروفون پیسیم بود مثلا بوده ولی نه بود که بودنش که بود ولی اینجوری نبود. هیچ کدوم از سازا، گیتارا، کیبوردا، خب اشاره کردیم به کیبوردا، ولی هیچ کدوم اصلا وصل نیستن که بابا حداقل یه سیم بابا دم تنین گرم. آره یه کلیپ تنین برام پخش کن الان ببینیم. یه تنین الان بدم. ولی موزیکش دقیقا همون شکلی صدا میده، یعنی به اونو خوب، یعنی موزیک همون چیزی صدا میده که میخواستن صدا بده. یعنی نه حالا تنظیمش اون مدل اون موقع زده این یه تیکشو مخصوصا، یعنی هون اگه دقت کنیم این این سینتای اون موقع یاد باشه اینجوری میزد. هون شما فکر کنم اون موقع یه آدم خسته قدیمی رو پیدا کردن گفتن به تو بزن. نه هست سامپلاش تو چیز استایلوس آرمیکس هست، همه سامپلاش هست، میتونی بریم مثلا سینتای در 80 و امیولیشناش و شبیه سازیاشون دانلود کنی استفاده کنی. نه اون که اوکیه. خب بریم راجع موزیک ویدیو بعدی، اجرای آهنگ ای کاش در کنسرت تهران 16 نوامبر سال 2020 اجرا کردن. ببینیم که چی اجرا کردن. لایو این کنسرت ندید میگم لایو نیست دیگه، تجربه که اصلا شک نداشته باش. گوگوش که گوگوش بود اوتوتیون. نه ولی بنداشون لایو میزنن. حالا گوش کنیم اینو ببینیم، اینو من فکر کنم جالب باشه. با هر شبت میجنگی
این بعد از آقا من سر آقا من داره لایو میخونه. آره انگار که داره لایو میخونه، چون توی صداش کما و یه ذره فالچی شنیده میشه. ولی خب ارکسترش سیاوش خیلی کوانتایز خوبه، یعنی من فکر میکنم قبلا یعنی بردن کار کردن روی ارکسترش. آره من فکر میکنم که این خیلی نزدیک به لایو اتفاقا این اجرا. فقط یه مسئله بگم، اجراهای فرزاد فرزین خیلی معروفه تو ایران به خاطر اون طراحی صحنه و اینایی که هست، که اونم به خاطر کیوان ملک مطیعی عزیزه که کارش بسیار درسته تو این زمینه. یعنی اونی هم که بهش مشهور شده به خاطر خودش نیست که بهش مشهور، به خاطر کسیه که داره اون کار انجام میده در واقع. توی صدای وکال تابونی، این تو دماغ خوندن و تو این هد وایس خوندن، این ایراد خوانندگی اصلا توی دنیای خوانندگی. تمیزش رو باید چجوری بخونه؟ باید دهن باز باشه، این با دوره ببینه که آر، آره مثلا تا بودی. آره آره رها با هواشون صدا اگه بود، این اشتباهه که این اصلا این شکلی میخونه. آره تو هد وایس دماغش هم عمل کرده، به خاطر همین صدا توی کاسی سرش میپیچه صدا، این اشتباهه. باز این هم دیگه برای سبک خوندن. خب برگردیم به اجرای زنده کاش فرزاد فرزین در این محسن یگانم مد کرد دیگه این اجرای لایو که برن رکورد بکنن، موزیک ویدیو کنن. تا قبل از اون زیاد مد نبود بین خواننده‌های ایرانی، درسته آقای سیاوش؟ لایو چیز بود، مثلا من یادم ما نوجوان که بودیم تو ایران انتشارات مختلف، حالا مثلا یه موقع آوای باربد، یه موقع این، یه موقع اون، اینا یه موقع کنسرت ها رو ضبط میکردن و ویدیو سی دی یا دی وی دی اینا رو میفروختن، خیلی حالا محدود، مثلا تو بتوون و اینا. من این قضیه خیلی یعنی قدمتش طولانیه، ولی اینکه اینجوری تو این فرمت به عنوان موزیک ویدیو ارائهش بکنن فکر میکنم یه ذره یعنی بیشتر الان باب شده، ولی خیلی وقت بوده این قضیه، از قدیم تو موزیکای خودمون تو ایران هم بوده. بسیار عالی. خب اینم گفتیم یه دقیقه‌شو پخش بکنیم، توضیح خاصی اگر دارید بریم روی موزیک ویدیو بعدی. اگر توضیح من فکر میکنم که خوندن ایشون اصلا خوب نبود، واقعیت لایو خوندن ضعیف بود بسیار زیاد. حالا عموما خیلی مجلسی فکر کنم لایو خوندنشو بررسی میکنین دیگه، درسته عموما؟ بله جلوتر هم دستی بر آتش فالش خوندن دارن خوشبختانه خواننده پاپ ما، همه کارشون درسته. خب بریم روی موزیک ویدیو بعدی که خیلی هم جنجالی شد، از فرزاد فرزینی که عموما اظهار نظراش هم در شبکه‌های مجازی جنجالیه و توی سالهای گذشته که فضای سیاسی داخل ایران هم خیلی عجیب و غریب بود، مخصوصا با امریکا. خیلی از خواننده‌ها میرفتن امریکا، حالا هم خوشگذرانی هم کنسرت میذاشتن که خیلی هم گفتن که ای بابا این چه سیستم عجیب و غریبیه که اینا خیلی شیک و مجلسی میان کنسرت میذارن اینجا، بعد هزار تا کارم میکنن، میرن توی اون قهوه خونه ها مشروب و نمیدونم قلیون و همه کارشون هم میکنن و مجوزشون هم خیلی شیک و مجلسی میگیرن و کسی هم کارشون نداره. ما که خارج از کشوریم، چون خارج از کشوریم نباید مجوز هم داشت. اما موضوع بعدی در خصوص یک قطعه آهنگ بود که با حضور 40 تا خواننده ضبط شد. خیلی از دوستان بودن، من بخوام همه رو نام ببرم، مسعود صادقلو، علی لوراستی دارم روی تصویر میبینم و رضا صادقی و نمیدونم، بچه خودتون کمک بکنید من توی تصویر خیلی از دوستان هست، آفاق، نمیدونم حجت اشرفزاده، حجت اشرفزاده، حمید هیراد، خیلی حالا تصویرشو میبینید و جالبه همه تقریبا هستن دیگه. خواننده هستن. بعد جالبه که توی تیتر آهنگ زدن فرزاد فرزین و 40 خواننده، یعنی انگار فرزاد فرزین بودجه‌شو داده، همراه اول و نمیدونم دو سه تا از سازمان‌های دیگه، به روز معوا و همراه اول. حالا قطعا هم نباید ربط سیاسی خیلی شاید نداشته باشه، چون نه خب به هم منظورم اون بودجه هست که واسه این آهنگ خرج شده و این همه. البته یه چیزی بهت بگم، ببین این کار رو باید شما ببینید که کی پرودوسر این کار بوده. پرودوسر این کار هم که بهروز صفاریان هستش.
دوست گرام خودمونو اظهار نظرم کرده بودن در یکی از لایو. بله من اصلا خیلی صحبت مفصل کردم راجع به این قضیه با آقای صفاریان و حالا میتونم توضیح بدم که چه اتفاقی افتاد. ببینیم اول مردم یه بک‌گراندی بیاد که اصلا داستان آهنگ چه، خیلی کوتاه چند تا تیکش رو ببینیم اگه دوست داشتید، بعد توضیح بدید. نظرتون چیه؟ حتما. خب آقا سیاوش، نظر شما چی بود در خصوص این موزیک ویدیو؟ جنجالی شد این موزیک ویدیو به خاطر اینکه فرزین گفته که من آهنگساز این پروژه بودم و باید اسم من اول این پروژه باشه. آخه اصلا ببین که کدوم مغز کدوم آدم عاقلی قبول میکنه که بهروز صفاریان وقتی یه جا هست که فرزاد فرزین نمیتونه کار موزیک انجام بده، که این یه چیزیه که واسه خیلی ها واضح و مبرهنه. واسه خود من به عنوان یه پرودوسر مبرهن، من خودم اگه بهروز صفاریان یه جا باشه دست به هیچی نمیزنم. خب اینی که فرزاد فرزین چه جوری آهنگ سازه اولا مورد سواله، یک. دوما احتمالاً ملودی رو فقط با دهن زده واسه بهروز صفاریان، چون که الان شما کارو گوش کنید لطفاً ببینید که فکر کنم 200 تا آکورد عوض میکنه تو این کار بهروز صفاریان. جدی دارم بهتون میگم این حلقه گاما رو یه دور کامل میزنه. من اینو خیلی آنالیزش کردم، خیلی هم سختگیرانه سعی کردم یه چیزی توش پیدا کنم، ولی واقعاً دیدم بسیار کار خفنیه از نظر تولید موسیقیش. خب حالا یعنی خود موسیقیش منظورمه، ولی اینکه آهنگساز بهروز صفاریانه پس به نظر من، چون اون کارا رو فرزاد فرزین نکرده، بهروز صفاریان کرد، ولی ملودی رو احتمالاً فرزاد فرزین داده. ملودی. خب در خصوص اجرا من نظر شما چی هستش؟ اجرایی که انجام شده توسط این 40 تا خواننده و داریم میبینیم دیگه تصویر این 40 تا خواننده رو هم آخر ویدیو هستن، نظر شما چی هستش؟ خب چند تا خواننده خیلی خوب توشون هست که واقعا خوب میخونن. حمید حامی هست، مهدی یغمایی هست، از خواننده خوبی هست. 4 تا خانم هم 2 تا این و 2 تا من پشت مشتا گذاشتم. بعد خود بهروز صفاریان خیلی خفن میخونه، من شنیدم خوندنشو و الان تو این کارم خونده دیگه، یعنی کورس آخر کارو خود بهروز صفاریان فکر میکنم خونده. آره. پرواز همای و در ضمن هزینه هم باید باشه این کار. تصویر، حالا میخوام در مورد تصویر صحبت کنم، حالا صحبتمون راجع موزیک جمع کنیم، بعد من در مورد تصویر یه صحبتی دارم. بله بگو آقا من. پرواز همای هست و چند تا خواننده دیگه که علیرضا، این جوان بند چی بود سیاوش؟ علیرضا قرایمنش. بله علیرضا قرایمنش فوق‌العاده بچه با استعدادیه، بسیار هنرمند، واقعا خوبن. علاوه اجرا چند تاشون که هستن اونجور که گفتن واقعا صدای خوبی دارن ولی به نظر من ترجیبند رو نباید میدادن فرزاد فرزین بخونه، به خاطر اینکه وقتی حامی اونجا هست فرزاد فرزین نباید ترجیبند بخونه به نظر من، از نظر من، مخصوصا یه کار ملی. ببین تو وقتی در مورد یه کار یه دونه یه دوست داشتنی در مورد اون بده فرزاد، ولی یه کار ملی اینجوری باید اون میگه منو بشناس بلبخند اونو باید یکی بخونه که دست و پای آدم بلرزه، نه فرزاد فرزین. آره مثلا مهدی یغمایی استادیه برای خودش. حمید حامی میتونست بخونه ترجیبندا رو، کورس کارو در واقع. ولی خب دادن فرزاد فرزین هم خوند و فکر کنم کار پرهزینه. ببین خود من بعید بگو من بعید میدونم که این انتخابه، یعنی احتمال این رو میدم که یه ذره فشارهایی گذاشتن رو بهروز صفاریان، که چون اگه مطمئنم که انتخاب بهروز صفاریان نمیتونه فرزاد فرزین باشه برای ترجیبند یا همچین کاری، این احتمالا از اون ور فشار اومده بهش، احساس میکنم مثل که ناراحتی هم پیش خیلی، چون ببین این قضیه اصلا خیلی سر دراز داره. 40 تا خواننده خوندن موزیک ویدیو 195,000 تا ویو گرفت. هیچکی چون شیر نکرده، هیچکی شیرش نکرده. اینو چرا شیر نکرده؟ ببین این کار یه کاری بوده که قرار بوده به عنوان یه کار ملی. من اینا رو مستقیما با بهروز صفاریان صحبت کردم راجع، چون پرودوسر اون کار بود، تنها کسی که میتونه راجع به این قضیه درست نظر بده بهروز صفاریانه. این قضیه قرار بوده به عنوان یه چیز ملی. ببین شما از اون نیومدن از مثلا از چه میدونم
از نمادهایی که استفاده کردن، برج آزادی رو استفاده کردن، تخت جمشید رو استفاده کردن. واقعا البته محمد اولاد کارش خیلی درسته به نظرم، اینو خیلی خوب در آورده بود این ویدیو رو. و اینا زحمت کشید کلا. آره و خب موشن ترکینگاش، کمپوزیشناش، اینا همش عالی بود. یعنی من ندیده بودم تو بچهای ایرانی. بوشهری برادرز کارهای اینجوری کامپوزیتینگ خفن سنگین خوب انجام میده، ولی واقعا محمد اولادم اینو خیلی، این کار معلومه خیلی زحمت کشیدن برای تصویرش، اونو کاری ندارم. داستان اینه که فرزاد فرزین اومده این کارو به نفع خودش مصادره کرده با یه تاکتیک بسیار زشت. یعنی شما یه موقع یه تاکتیک خیلی قشنگی به کار میبری توی بیزینسی، خیلی هم برای دست میزنن، ولی یه کار خیلی زشت و چیپیه. چیکار کرده؟ این آهنگ اسمش منو بشناسه. اومدن این قضیه رو ساختن و تموم شده رفته، با یه سری فشارهایی که گذاشتن روی پروژه باعث شدن که در واقع این قضیه بشه آهنگ فرزاد فرزین یه جورایی. یعنی از کانال یوتیوبی خود فرزاد فرزین هم منتشر دادنش بالا. بعد واسهش بیلبورد تبلیغاتی زده بودن. فرزاد فرزین میاد از این آب گلالود یه ماهی جالبی میگیره، میاد یه برنامه‌ای درست میکنه، حالا نمیدونم مال تلویزیون چیزا سیمای خانگی اینترنتی چیه، به اسم منو بشناس. تمام بیلبوردهایی که واسه این کار زده بودن و به نفع برنامه خودش مصادره میکنه و این آهنگ رو هم به انضمام اون به نفع خودش در واقع این چیزی بوده که حاصل زحمت‌های بهروز صفاریان، اون همه آدم، این همه خواننده و فرزاد فرزین به عنوان یه چرخدنده از این ماشین بزرگ. بسیار خیلی این کار کشیدن بالا دیگه. آهنگار فرزاد فرزین عزیز دیگه خیلی کم رو کشیم میشه دیگه. بسیار دستتون در نکنه. فکر کنم اینجا کافی باشه واسه موزیک ویدیو. حالا بعداً بیشتر صحبت می‌کنیم راجع به این قضیه. بریم رو قسمت هیجان انگیز آنالیز اجرای لایو کنسرت‌های فرزاد فرزین روی استیج‌های مختلف که عموما فکر کنم تخصص کافی رو توی این قضیه هم داره هم اثبات کرده در قسمت قبلی و تحسین خیلی از کارشناسا رو به همراه داشته و به خود من حداقل به عنوان کسی که مدیر کانال پشت پرده هستم و مدیریت میکنم این کانال رو، خیلی ها گفتن و من به خودش هم انتقال دادم و دمش هم گرم. خیلی هم زحمت میکشه، ریز به ریز صحبت میکنه و آنالیز میکنه. هومن عزیز دستتون درد نکنه، دیدم دیگه خیلی زحمت میکشه. آقا سیاوش هم که کلا ادیت این برنامه ها رو بر عهده داره. باورتون نمیشه برنامه که 50-60 دقیقه طول میکشه و شما میبینید 50-60 دقیقه رو بالای 4-5 روز فقط ادیتش 10-12 ساعت پشت سر هم انجام میشه تا به دست شما برسه بتونید ببینید این پکیج کامل. به سیاوش هم خسته نباشید میگم. میرسیم به بخش کنسرت ها و اینکه یه خاطره هم میگم که فرزاد فرزین چند سال پیش در آلمان کنسرت داشت. یه سالن 600 نفره رو براش گرفته بودن و کلا 50 تا بلیط تونسته بودن براش بفروشن. 450 تا رو هم رایگان دادن دست مردم که باز خیلی ها نیومدن. این هم در خصوص کنسرت فرزاد فرزین. خیلی از خواننده دیگه هم اتفاق براشون توی حداقل کشور آلمان افتاده بود. بریم آنالیزا رو ببینیم. البته اگر آقا هومن توضیح خاصی دارن بفرمایید یا مستقیما ببینیم. نظر قربونت امین جون، توضیحات شما دادین. میریم اجرای لایو آقای فرزاد فرزین رو در سالن کنسرت ها که از با گوشی های مردم ضبط شده و یا حتی خودشون ضبط کردن و من آنالیز کردم که با هم دیگه. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن دیگه، میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید.
خیلی خوش اومدید با آیتم پرژین کوپرنیکوس. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم یه توضیحات کوچیکی رو باید بدم که موسیقی شاخه‌ای از هنر هست که تا مقطع دکترا PhD در دانشگاه تدریس میشه و من تحقیق کردم دیدم در ایران از سال 1350 تأسیس شده، یعنی قبل از انقلاب، و بعد از انقلاب هم تا مقطع کارشناسی من فکر میکنم طوری که من تحقیق کردم اگر اشتباه نکنم تا مقطع کارشناسی میشه درس خون توش. میخوام بهتون بگم که یه رشته بسیار جدی هست، درسته که هنره و همه لذت میبرن ازش، ولی پشتش ریاضی و فیزیک و یک علم بسیار پیچیده خوابیده و پایه همه اینا موسیقی کلاسیک هستش. اگر شما موسیقی کلاسیک رو یاد نگیرین و تئوری موسیقی کلاسیک رو یاد نگیرین با دنیای موسیقی حرفه‌ای آشنا نخواهید شد. این چیزی که از موسیقی پاپ ما شنیده میشه نشون میده که این موزیسین‌ها، حالا بیشتر خواننده ها و بعضی وقتا هم آهنگسازها و نوازنده ها، سوادی در این زمینه ندارن، فقط به عنوان یه ذوقی که دارن اونو ادامه میدن و بدون هیچ گونه اطلاعاتی، و این اصلا درست و جایز نیست. همینه که اینقدر فالشی وجود داره تو موسیقی پاپ ما و اگر شما به صورت جدی و حرفه‌ای اینو ادامه ندید متاسفانه اصلا رشد نخواهد کرد. شما برای اینکه سبک‌های مختلف موسیقی رو کار بکنید، از قبیل پاپ، جاز، بلوز، راک، هارد راک، الکترونیک میوزیک، هر استایلی رو شما باید پایه موسیقی که همون تئوری موسیقی باشه، تئوری موسیقی کلاسیک رو یاد بگیرید. بعد اون علم رو در این زمینه‌هایی که گفتم در ژانرهای مختلف موسیقی پیاده بکنید. متاسفانه خب 43 ساله که مرزها روی مردم ما بسته شده و توی مدارس که درس داده نمیشه موسیقی و کسایی هم که موسیقی کار میکنن اینطوری که بوش میاد اصلا اطلاعاتی از موسیقی ندارن، چون اگر داشتن اینقدر فالشی و اینقدر نابسامانی به وجود نمی اومد. و بعد از انقلاب مثل این که فقط برای سرگرمی مردم از موسیقی استفاده شده، یه مدت که ممنوع بود، الان هم که به خاطر سرگرمی ازش استفاده میشه که مردم فقط سرشون گرم باشه، کار به کار مسائل دیگه نداشته باشن. یعنی خود اون هنر به خاطر اون هنر ارج و قرب بهش گذاشته نمیشه. کسایی که هنرمند حرفه‌ای هستن یا خونه‌نشینن یا مهاجرت کردن، فرار کردن اونجا، این هم میشه عواقبش که اینقدر موسیقی ما ضعیف و سردرگم هستش. من از بچهای موزیسین حرفه‌ای که داخل ایران هستن شنیدم که حتی آهنگسازها هم، خیلی از این آهنگسازهای جدید هم سواد آنچنانی ندارن، فقط 4 تا لوپ میچینن کنار هم و موسیقی درست میکنن. مثلا اگه بهشون بگین که یا آکورد دیمینیشت چی هست یا آکورد اگمنت چی هست، به شما جوابی ندارن بدن. این اتفاق افتاده واقعا، دوستان توی استودیو برخورد کردن باهاشون، اصلا پرسیدن اینا یعنی چی اینه که میگین. خیلی جالبه و از آهنگسازای معروف ایران هم شدن که دارن کار میکنن. خب میریم سراغ آقای فرزاد فرزین، ببینیم ایشون تو چه سطحی قرار دارن لحاظ حرفه‌ای بودن. همینطور که توی صفحه میبینید من اجراهایی رو از ایشون انتخاب کردم، چه توی یوتیوب و چه توی اینستاگرام، ببینیم که لحاظ کوک بودن و ناکوک بودن تو چه سطحی هستش. همینطور که صفحه رو ملاحظه میفرمایید خیلی اجراهای زیادی رو من انتخاب کردم، تازه اینا رو سلکشن کردم، نمیرسم همه رو به شما بگم. اول میریم سراغ اجراهایی که ایشون هم مثل که از خواننده دیگه یاد گرفتن یا از همدیگه یاد میگیرن، از دست هم تقلب میکنن که میرن اجراهاشون رو ترتمیز میکنن، فالشیاشو میگیرن، صدا رو مرتب میکنن، همه رو درست میکنن، میبرن میذارن روی ویدیوهاشون که بگن ما توی کنسرتی که تو فلان سالن داشتیم اینقدر تمیز اجرا کردیم. ببینید همه جای دنیا متداول هست که صدا رو جدا ضبط میکنن، تصویر رو جدا، بعدن صدا بردار میره اون صدا رو تمیز میکنه، میکس میکنه. علاوه کوک صدا دست نمیزنن معمولا، چون حرفه‌ای هستن نوازنده و خواننده، دست به کوک صدا نمیزنن، فقط علاوه اکولایز و افکت بندی و اینا اون موسیقی رو درست میکنن، میذارن رو اون تصویر حرفه‌ای که گرفته شده و هم صدا تمیزه توی ویدیوها که توی آفیشیل چنلشون هست و یوتیوب چنلشون، صدا تمیزه، ویدیو تمیزه و آدم لذت میبره. نه اینکه آرتیست ضعیف باشه، به کمک عوامل
صداشو درست بکنن و افکت گذاری بکنن، تیون بکنن، ملوداین بکنن، تمیز بکنن بذارن که همه فکر بکنن که این صدا تمیز هستش. ویدیوهایی که آقای فرزاد و فرزین هم توی صفحهشون میذارن مثل خواننده دیگه همه کار شده روش و تمیز شده به اسم لایو به مردم ارائه میشه. باور نمی کنی از پاکتاب بپرس، من هنوز نگرانتم وقتی که بارون میباره. ببینید روی صداها کار شده، تمیز شده، مرتب شده، دقیقا مثل یه ترک رکورد شده صدا میده. میبرن درست میکنن که بگن ما قدرتمون تو این سطح هست، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. حالا من بهتون نشون میدم اجرایی که مردم با گوشیاشون گرفتن یا اجرای دیگه ای که وقت نشده روش کار بکنن رو. تکه کن بشونه من تا حس کنم پروازای عمر من، تو حسرت فقط همین رویا. تکه کن به حس من تو پرش. ببین اجرا هم دوباره همینطور رکورد شده و روش کار شده و اینو به اسم اجرای زنده روی صفحه خودشون هست. اجرای زنده اجراییه که تقلب توش نباشه، نبرند خواننده رو کوک بکنن، ارکسترش حتی سازاشون هم کوک نیست. من بهتون نشون میدم توی این ویدیو که سازهای این دوستامون هم یه جایی کوک نیست. ببین جالبه یه اجرایی هست دو مدل تصویر ازش هست و صدا، یکیش تمیز شده یکیش تمیز نشده. ببین اینا رو من پشت هم میذارم براتون که متوجه بشین اون صدای اصلی که روش کار نشده با این صدایی که روش کار شده چقدر تفاوت داره. لحظه ها میگذرن و من همونجا موندم، تو همون لحظه که عشق تو رو میسوزوندم. لحظه ها میگذرن و من همونجا موندم، تو همون لحظه که عشق تو رو میسوزوندم. ببینید قشنگ فالشیا تو اجرای دوم مشخصه، مخصوصا گام لامینوره میسوزوندم. تو اجرای اول اینا همه تمیز رو میسوزوندم، ولی این اجرای دومی که براتون گذاشتم که تمیز نشده اون سوزوندم فالشی هست، توی خود صدای سازا ناکوکی هست. ببینید قشنگ کماهای خواننده، فالشی‌های خواننده مشخصه، ناکوک بودن گیتارا مشخصه، در صورتی که توی اولین ویدئویی که از همین اجرا پلی کردم براتون کاملا تمیز شده بود. روی کار دستکاری میشه و ملودای میشه و کوانتایز میشه و تمیز میشه. از اون ژانر لایو بودن، از اون سوینگی که داره میاد بیرون، از اون حالتهای طبیعی که داره میاد بیرون و به شکل یک ترک آلبوم تبدیل میشه. تمام این صدای امبینس مردم هم، اون صدای مردم هم که تو سالن هست میاد، اینا خب ضبط شده توی همون اجرا. اونا رو هم استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن زنده است و نوشتن ویدیو اجرای زنده ای کاش کنسرت تهران، در صورتی که اینا اصلا اینجوری نیست، ضبط شده بردن تمیز کردن. مجددا میگم و بارها خواهم گفت که شما تشخیص بدید تفاوت بین رکورد شده و لایو واقعی رو. خب بریم سراغ اجرایی که یه سریشو مردم با موبایل رو رکورد کردن، یه سریش هم دستکاری نشده توی این ویدیو و همونجوری با فالشی روی صفحه‌های اینستاگرام یا یوتیوب هست که من پیدا کردم. اگه عشق تو باشه همه چیز سر جاشه. گام سی مینوره، ایشون میخونن اگه عشق تو باشه همه چیز سر جاشه. اون فالشیایی که تو صدا هست کاملا مشخصه، در صورتی که باید درستشو بخونن. اگه عشق تو باشه همه چیز سر جاشه. حالا ادامه. من از خدا شده فقط عشق تو باشه، دلم میکوبه. اون کنترل نداشتن نشان دهنده ضعف خواننده است. درستش اینه دلم میکوبه، یعنی توی اون تونالیته باید نگر دارن صداشونو، یعنی با تمرین کردن و با سولفژ کار کردن صداشونو خوب کنن که متاسفانه توی این اجرا بسیار فالش بودن توی
تورنتو کانادا. خب بریم یه اجرای دیگه از همین آهنگ در اینستاگرام ببینیم توی اجرای مختلفی که مردم فیلم برداری کردن. با این همه احساس، با این گل حساس، این شرایط خاطری دلم آدم تو رو خواست، اما دستای خالی ولی عشقانی تو همین هوایی دارم، تو چه حس و حالی میشه تو دیمه تو دیمه و دلی که بی تو دلش میگیره. تمام نوتا کوک نیست، یعنی فالشه، تمیز نیست. گام اگر توی سی مینوره، اون نوتایی که خواننده باید توی این تونالیته رعایت بکنه رعایت نمیکنه و فقط به پوزشون و به مو رنگ شده و لباسای آنچنانی و تیپ و به جای این چیزا ای کاش به خود اصل اون هنر موسیقی اهمیت داده میشد که حداقل به فرهنگ یه جامعه کمک بکنه، چون فرکانس مسموم میتونه گوش مردم رو خراب بکنه و ذهن مردم رو هم خراب بکنه. یه اجرا دیگه ببینیم از اینا هم. لباسایی که میپوشن میگم واقعا ای کاش به بچهای دیگه هم میگفتن، اونایی که خونه نشینن یا از ایران مجبور شدن فرار کنن، میگفتن چه روابطی رو دارن که اجازه دارن توی آمریکا و این ور اون ور برنامه برن این لباسا رو بپوشن و هیچکی هم هیچ کاری به کارشون نداشته باشه. بعد جوانه مردم رو تو خیابون میگیرن کتک میزنن و دخترها که 50% یه جامعه هستن اجازه ندارن موسیقی کار بکنن، پوشش آزاد داشته باشن. این مملکت مرد سالاره که من فکر میکنم این دوستانم به بازی گرفته شدن برای سرگرمی مردم، چون واقعا خودشونم فکر کنم بدونن که این کاره نیستن، یعنی اون هنر واقعی که باید وجود داشته باشه رو نداره. بریم سراغ یه آهنگ دیگه. اون کسی که داره فاصله سوم با ایشون میخونه اصلا یه جای دیگه داره میخونه، یعنی کسی که هارمونی میخواد بخونه، حالا هارمونی یعنی که با خواننده خطی رو میخونه، یه نفر دیگه یا یه گروه بک وکال فواصل سوم، پنجم یا هفتم یا اکتاوش رو میخونن، یا فواصلی که آهنگساز تنظیم میکنه برای اون خواننده که چند تا صدا روی هم با هم بخونن. بسیار افتضاح بود، اصلا فالش کامل بود اون صدا. برگرد دوباره پیشم، بی تو من دیوونه میشم، بی تو من دیوونه میشم. اون فالشه میشمی که میخونن تو ایشون تو هر مصرعی چند فالشی داره، تو هر مصرع و چند، مثلا اگر بخوام بگم 10 نوت متوالی، توی 10 نوت متوالی 4-5 تاش فالش. درستش اینه برگرد دوباره پیشم، بی تو من دیوونه میشم. معلومه که کار نکردم. بهتون گفتم اگر شما اصول موسیقی کلاسیک رو در نظر نگیرین کار به جایی نمیرسه، یعنی کار خراب میشه که کاملا مشخصه که اصلا اطلاعی راجع به اون تئوری موسیقی کلاسیک ندارن. اگر داشتن خودشون میفهمیدن کارشون اشتباه، میرفتن اصلاح میکردن. نوتای اضافه من میشنم، یه نوتایی که اصلا تو این تونالیتی نیست، توی ارکستر داره شنیده میشه. انگاری با تو یارم، اونا همه فالشه. انگاری با تو باید شما تو اون تونالیته بخونید. ازم ورود خوندنتون رو با فالشی میایین تو، خیلی جالبه. ورود شما صدای واقعیتون اینیه که توی اجرای زنده توی تلویزیون من فکر میکنم دعوتتون کردن که شما رفتین خوندین. ارکستر ناکوک، صدای ناکوک یعنی گیتاریست اون رینگایی که میزنه، اون آکوردایی که داره میزنه همه بیرونه. بچهای موزیسین کاملا حرفای من رو درک خواهند کرد و هدف من اینه که این پیغام به گوش خود این آرتیستا برسه و بدونن که شایسته سالاری که نبوده شما رو به اینجا کشونده و بسیار بچهای با استعدادی تو مملکت هستن که به خاطر اینکه رابطه‌های شما رو نداشتن و سوراخ سنبایی که شما بلد بودن و بلد نبودن همشون خونه نشین شدن. من بسیارشون رو میشناسم. شما صدای واقعیت اینه، صدای ناکوک، ارکستر ناکوک.
هوایی رو که تو نفس میکشی. گام فاد ازبینور هستش، گیتاریست، توی تونالیته نیست، فالشه، یعنی سیماشو کوک نکرده، بلد نبوده کوک بکنه یا من نمیفهمم چجوریه. ایشون هم که داره همه رو فالش میخونه. درستش اینه هوایی رو که تو نفس میکشی. اینجا باید بخونین که شما فالشی دارین توی نوتاتون. دارم راه میرم بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر. مثلا لحاظ چارچوب موزیکالیته اینترنشنال و جهانی اصلا این خارجه. این اصلا امتیازش صفره. یه همچین اجرایی که ساز کوک نیست، خواننده کوک نیست، توی برنامه تلویزیونی هم داره میخونه. خیلی جالبه. یعنی اصلا واقعا نمیدونم با چی بگم. یه پشت صحنه دنیای ما، ببینید اصلا خودتون متوجه میشید. بیا بدی میمونه یادگار، زندگی برای ما یه خاطره. وای وای وای، اصلا اینه که بک وکال میکنن بیرون. من فکر میکنم یه همچین چیزی تو ذهنشون بوده. یه تیکه از آقای دیوید گیلمور براتون بذارم. Halfway to the stars, ebb and flow, let it go. شون میخواستن یه همچین چیزی رو در بیارن ولی خب نتونستن، چون سواد میخواد، حرفه‌ای بودن میخواد. اولا باید تالنتشو داشته باشین. خیلی اصلا سواد خوانندگی هم ندارن، تالنت دارن ذاتی. حالا اونا میتونن باز تو زمینه خوانندگی فعالیت بکنن، چون خوانندگی با آهنگسازی و تنظیم فرق میکنه. آهنگساز و تنظیم کننده باید سواد موسیقی داشته باشه که بتونه اون هارمونیا رو ببافه توی هم دیگه و درست ملودی رو بچینه. می مینوره. اون نوت سولشون فالشه. توی این قسمتی که ایشون دارن توی اینترو کار میزنن متاسفانه چندین بار این فالشی رو میشنویم و تو کل اجرا اصلا فالشی و ناکوک بودن تو ارکستر هم میشنویم. یه اجرای دیگه هم هست توی کل. خوشبختانه اینا کل دنیا رو هم میگردن با این فالش بودن. واقعا خدا شانس بده. اگر به غیر از مردم و مردمان دیگه ای بودن، اصلا شما اگر تو مترو هم ساز میزدین فکر نمی‌کنم اصلا کسی کمکتون هم میکرد به عنوان یه موزیسین که تو مترو داره کار میکنه و ساز میزنه. تو این اجرا هم آقای گیتاریست سازش کوک نیست. نوازنده که حرفه‌ای باشه اصلا احتیاج به این نداره که کسی بهش بگه سازت کوک هست یا نیست. خودش یا با تیونر کوک میکنه یا انقدر گوشش قویه که میدونه الان این سازی که کوک کرده یه ذره کم سریع درستش میکنه. ببینید ایشون اصلا به این موضوع دقت نمیکنه و تا جایی که میتونه این آرپژ رو ادامه میده که خواننده بیاد اضافه بشه. خواننده هم که شروع کرد میخندی یا خندت واسه فالش. خواننده هم دوباره فالش، یعنی دوباره شروعش رو با فالش بودن شروع میکنه. بابا موسیقی نوت داره، 5 پرده و 2 پرده. شما این نوتایی رو که من براتون زدم، این کل موزیک توی این نوت‌ها نوشته میشه. حالا اینا تو اکتاوهای مختلف تقسیم میشه، از صدای بم تا صدای زیر. کل موسیقی دنیا از سیمفونی تا هر چیزی که میشنوید توی این نوت‌هایی که به شکل آبی بهتون نشوندم 12 تا نیم پرده کروماتیک. شما وقتی که تو اون چارچوب نخونین خب فالشه دیگه. چیزی بیرون از این تو موسیقی دنیا که نداریم. همه اینا داره با اینا ساخته میشه. یعنی که شما استاندارد موزیک دنیا رو بلد نیستین متاسفانه. گام دومینوره.
ایشون اصلا انقدر فالش میخونه که تو اون تونالیته ارکستر نیست و موزیسینا دارن تو دومینور میزنن، ایشون هم تو دومینوره ولی با کما و سنت پایین، چند سنت کم و زیاده. شما برای اینکه یه موزیکی رو درست اجرا بکنین باید اون نوت‌های اون تونالیته رو تمیز اجرا بکنین که متاسفانه تو این اجرا همه نوت‌ها فالش و کثیفه. این کنسرت هم خیلی جالبه، اینو ببینید همش فالشه این اجرا، برای اینکه نبردن تمیز بکنن. اما بری هر جایی بی من زندونه دیوونه. به نوازنده گیتار اصلا یه جا دیگه داره میزنه. اصلا اینجا مشخص شد که بکینگ ترک هاشون هم که داره پخش میشه اونجا خود نوازنده ها سینک نیستن روی اون گام اصلی که داره پخش میشه. خیلی افتضاح بود واقعا. یه تیکه خودتون بزنین عقب نگاه کنین کاملا متوجه میشین که نوازنده حتی تو تونالیته نیست. چشم داره تو نگاتی اینو میخونه. خواننده هم که فالشه اصلا توی تونالیته کاملا نوتای کثیف و فالش. میخوای ازم ببری چون این آسونه، چون این آسونه، چون این آسونه، درستش اینه، چون این آسونه. شما باید انقدر کار بکنین که این نوتا توی گلوتون سالم باشه. اما بری هر جایی بی من زندونه دیوونه. سازا هم کوک نیستن. این اجرا رو هم ببینید نرسیدن مثل این که ملوداین اوتوتیون بکنن، گفتن ولش کن بذار بره، یا اینکه واقعا متوجه نمیشن. و از مردم میخوایم که خودشون برن این موزیک ها رو گوش بدن. این کنسرت رو مخصوصا ببینید چقدر ارور توی این کنسرت هست. کلاسی برین، هرچند کلاس هم بریم فایده نداره چون تالنت میخواد. فالش خوندن سرنگ کرونا نیست که واکسنشو بزنین بگین زدیم و تموم شد و خدا رو شکر دیگه همه چی درست شد. خوانندگی هم واکسن نداره که شما اگه تو ذاتت نباشه فالشی، توی تالنتت نباشه، توی اون شیرازه دی ان ایت نباشه فالشی. متاسفم که فقط یه سری خواننده فالش بماند که داریم، بچهای خوب آهنگساز، بچهای تنظیم کننده خوب، خواننده خوب، ولی متاسفانه یا افسردگی گرفتن از دست این سیاست گذاری بد و احمقانه‌ای که اونجا هست بابت موسیقی. دوستان عزیز، امیدوارم که یه روزی مملکت ما هم از این بسته بودن مرزها نجات پیدا بکنه و ما بتونیم اجرای خیلی قوی از هنرمندای بزرگ دنیا رو در درون ایران داشته باشیم که این خودش کمک میکنه که مردم ما واقعا با موسیقی خوب دنیا آشنا بشن. دو تا قطعه کوچولو از دو تا هنرمند موزیک سنتیمون پخش بکنم که بشوره ببره که متفاوت بین صدای خواننده کوک و صدای ناکوک رو از روی این دوستان حرفه‌ایمون میشه تشخیص داد. دیگر تنها گریه حالم را میداند از عشق، دلتنگی هایش میماند جا ماندی. آه ای دل ای موج بی ساحل. ببینید اگر خواننده تمرین داشته باشه، تالنت داشته باشه، یعنی اون استعداد ذاتی رو داشته باشه، بدون هیچ سازی کوک تمیز توی یه خیابون دارم میخوام بدون هیچ امکاناتی یه اجرام از آقای علیرضا قربانی براتون در نظر گرفتم. بیچاره دل که قانتش نشت بان داد. ای دیده خود
خودم الکترونیک کار میکنم، سبکم موزیک الکترونیک هست، ولی عاشق بچهای موزیسین سنتیمون هستم، چون واقعا اونا هنر رو با ما واسه هنرش کار میکنن و اونا که تالنت دارن انتخاب میشن میان با موسیقی ما در زمینه پاپ بسیار ضعیفه و هدف این برنامه ما اینه که سطح شنیداری مردممون رو بالا ببریم و اون آرتیست رو آگاه بکنیم که بالاخره یک جایی هست که شما رو دیگه زیر نظر داشته باشه، یا خودتون رو قوی کنیم یا جا رو بدیم به کسایی که با استعدادن و میتونن کمک بکنن به موسیقی پاپ ما. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. بله این آیتم عجیب و غریب رو هم دیدیم، همونجوری هم که در قبل از این آیتم خود هومن هم توضیح داد. آیتمی هستش که خیلی با گوشی‌های موبایلشون ضبط کردن یا تصاویری بوده که در فضای مجازی منتشر شده. علتش هم هستش که تصاویر اصلی رو، البته آسیابش بیشتر تو این قضیه میتونن توضیح بدن، تصاویر اصلی رو برمیدارن و میبرن تو استودیو، صداشو تنظیم میکنن و شیک و اتو کشیده میدن بهتون. درسته آسیابش؟ دقیقاً دیگه. خدمت شما هست شود که کارو مثلا ما لایو خیلی صحبتش کردیم که اونایی که اجرای زنده میکنن چجوری اجرای زنده خوبه خفن، برای چی آدم مثلا میره اجرای زنده ببینه؟ برای اینکه شما ببینی مثلا چند تا نوازنده خیلی درست حسابی، چند تا آدمی که به عنوان مستر ازشون یاد میشه توی هر رشته‌ای و بری ببینی که واو مثلا چه باحال، یارو 70 سالشه مثلا گیتار میزنه دندونه آدم میریزه. خب آره، ولی متاسفانه راجع به آرتیستای ما یه ذره این قضیه بیشتر شبیه به جوکه تا بله. خب برگردیم با هومن. خسته نباشید. میگم خیلی آیتما رو خیلی ریز تحلیل آنالیز میکنید. مردم چی میگن؟ بدنی واقعا فیدبکش برای خودت چی بوده؟ یا حالا یه توضیح هم اگه میخوای راجع به فرض فرضین بهمون بده. البته میدونم تو آیتمات کاملا توضیح میده، اگه دوست داری توضیح هم اونجا بهمون بده و فیدبک های مردم نسبت به این تحلیل آنالیز بگو. من خیلی جالب برام چی میگم بهت. فیدبک های مردم خب واقعا خیلی پی ام میگیرم از سنین مختلف. خب یه عده طرفداران که خوششون نمیاد، دوست دارن اون عقیده و اعتقادی که پیدا کردن دست نخوره. خب و یه جورایی شاید ناسزا بگم، ولی خیلی کامنت و پی ام خوب میگیرم که همه میگم ما منتظریم که شما اینو درست کنی ناکوکو و ما ببینیم. ما دیدمون باز شده، نگاه میکنیم میفهمیم کدوم پلی بک کدوم لایو، چون واقعا مردم هم مقصر نیستن. اینا رو باید یه جای آموزش ببینن که خب نیست. ما سعی میکنیم حالا تو این برنامه به سهم خودمون به مقدار خیلی کم بهشون آموزش بدیم. خیلی جالبه اون کار محسن یگانه رو که من آنالیز کرده بودم، اون بهت قول میدم که گفتم این لایو نیست و ضبط شده که کاملا مشخص اون رکورد شده و یه اجرا هم گذاشتم که مشخص باشه که کدومش لایو کدومش پلی بک. اومده بودن برای من نوشته بودن که شما این لایو، چون دوربینای حرفه‌ای از این فیلم گرفتن، به خاطر همین صداش خیلی خوبه، چون اینا چیزایی که خب مردم تشخیص نمیدن. ما واقعا فقط میخوایم دیدشون رو باز بکنیم که حداقل بین پلی بک و لایو رو تشخیص بدن که کلاه سرشون نذارن این آرتیستای ضعیفی که بلد نیستن لایو اجرا بکنن. راجع فرزاد فرزین هم دیگه تو آیتم توضیح داده بودم، همینجا زیادی گویی نکنم. حسابی قشنگ دوباره اشاره میکنم که وضع متمادی. بریم رو آیتم بعدی. آیتم فکر کنم پرطرفدار کپی پیست. فرزاد فرزین هم ماشاءالله آهنگ کاور و کپی کم نداشته. یکی از اجراهاش هم مال این مسابقات خارجی بود دیگه، درسته آسیابش؟ و کلا مال این مسابقه بود برشتن یوروویژن فکر کنم 2016 اگه اشتباه نکنم، اونو برداشتن کپی کرده بودن و توی آیتم ها ما راجعش توضیح دادیم. بریم ببینیم 4-5 تا از این آهنگایی که کاور و کپی از آقای فضل فرزین و بدم به مردم به اسم اورژینال.
چرا دنیا منو میخوای تک و تنها يا حبيبي وانت جنبي احلم واتمنى ايه سکوت قلب تو بشکن و برگرد نداری خود بله این آیتم رو دیدیم. آقا من نظر شما چی هستش راجع به این کپی پیستا و اینکه حالا خیلیشون میگن که ما گفتیم به طرف خبر دادیم به طرف و آیا گفتن و خبر دادن مصداق بارز اجازه گرفتن و کپی رایت هست یا نه؟ امین جان بارها گفتیم راجع به این موضوع، اصلا اینجوری نیست که شما فقط بگین به اون آرتیست و کارتون رو انجام بدین. باید علاوه حقوق کپی رایت اون دستمزدی که آهنگساز، شاعر، کسایی که اون موزیک رو ساختن، در هر صورت پرودوسرای اون کار باید حقوقشون رو بگیرن. یه موقعی هم هست خود من یه کاری رو برداشتم از آقای حامد شجریان، یه کاری بود که اون راجب شمس و مولانا بود. من از آهنگساز اجازه گرفتم، واسهش کتبی قبلش نوشتم من میخوام این همچین کاری رو بکنم. ایشون هم به من خیلی محترمانه جواب دادن مرسی که اطلاع دادین و شما میتونین هر کاری که دلتون خواست بکنین. حالا اون هموطن خودم بوده، راحت‌تر تونستم باش کانکت بشم، ولی با این کاورایی که از کشورهای دیگه و از ملیت‌های دیگه برداشته میشه واقعا شانس آوردن توی ایران، اگه نه همشون رو بازداشت می‌کردیم. بارها گفتیم. آسیابش نظر شما چی هستش؟ صرفا گفتن شفاهی که ما طرف گفتیم دیگه، حالا اینکه حالا حالا که باز نگفته که گفتن هم نه، میگن که ما زیرنویس کردیم که کپی است از آهنگ فلانی، کاور است از آهنگ فلانی. آها اینجوری گفتنم نیست تازه. فقط نوشتم. آقا الان مگه رو همین منو بشناس، همین آهنگی که منو بشناس بلبن دارا دارا دارا، این آهنگ هیلدورد مایکل جکسونه، میتونم بذارم گوشم برین دا با 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 را 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 را. یعنی ایشون همین گفته نوشته اونجا آهنگ مایکل جکسونه، نوشته فرزاد فرزین آهنگساز. این کجا گفته؟ این الان دروغ نیست؟ نه دیگه این ریاه. نکنید آقا، نکنید. دست شما چون من مطمئنم که این ببین ناکن، من مطمئنم اگر قرار بود که صرفاً بهروز صفاریان تصمیم گیرنده باشه راجع به این موزیک، مطمئناً این جزء اون ایراداتی بود که ازش گرفته میشد، از که آقا این ملودی اینجاش این مشکل رو داره. همین، یعنی اینا فرزاد فرزین این کارو کرده، در واقع این کپی رو کرده بدون اطلاع کسی. آره حالا بماند ولش کنیم. بسیار عالی. صحبت پایانی آقا هومن. مرسی که برنامه ما رو فالو میکنید، مرسی از پیغام‌های خوبتون دوستان عزیز. واقعا ما زحمتی که میکشیم بابت آگاهی شماست و مرسی که اینو درک میکنین و با امید روزای خوب برای همه رشته‌های هنری و علمی و فرهنگی جامعه. مرسی آقا، ما خسته نباشید. آسیابش صحبت پایانی.
قربون همگی. سابسکرایب کنید پشت پرده رو، لایک کنید چون کامنت بذارید که نپره سابسکرایبا، لایک کنید که الگوریتم بهتر بشناسه، بیشتر دیده بشیم. دست همگی درد نکنه. مرسی. دست شما هم درد نکنه، دمتون گرم، دمتون هم درد نکنه و مرسی که تا این لحظه با ما بودید. کامنت بذارید برای ما، ویدیو رو اگه دوست داشتید به اشتراک بذارید تو استوری اینستاگرامتون، تلگرامی، واتساپی، توییتر، هر چی که دوست داشتید و یه اشتراک ریز بذارید جدوری نمیره. دم شما گرم، مرسی، شبتون بخیر. شب که چی گفتم شبتون بخیر؟ اینجا شبه، شاید اون لحظه که شما دارید میبینید صبح زود باشه. دمتون گرم. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید.